دوستای خوشگلم سلام. اگه شما در مورد عکسای بالا کنجکاوید با من همراه باشید. این آبجیمون که لباس گلدار تنشه توی سال اخیر با 10 نفر فرار کرد. تا آنتالیا رفته برگشته، تا ماراش رفته عروسی گرفته لباس عروسی تن کرده برگشته، تا مرسین رفته برگشته، کاستامونو رفته برگشته. فکر میکنید به همسایه بغل رحم کرده؟ خیر، ایشون حتی به محله روبروش هم رحم نکرده. آخرین فرارش هم با این دوستمونه که سمت راست خودشه. آبجی به خدا عاشق عظمتم، کاش اینجا بودی بهت تعظیم میکردم. این آبجیمون با این لباس گلدارش 3 تا هم بچه داره و بچه ها رو با خودش نمیبرده. چرا؟ چون ایشون میگفته من نمیخوام بچه ها آواره بشن، من میخوام اول برای خودم یه سر پناه پیدا کنم بعد بچه ها رو با خودم ببرم. واقعا مادر با فکری بوده. ایشون توی 1 سال اخیر واقعا اینو ثابت کرده که مادر با فکری. من واقعا عاشق جرأت این شدم. بابا چته زن، مگه تو شوهر ندیدی؟ شاید اصلا اینی که داری میری پیشش یه قاتل سریالیه. یکم آروم باش تو رو خدا. اگه از سبکم خوشت اومد سابسکرایب یادت نره.